ما برای اولین بار در ایران لیبل‌های حرارتی رو ساختیم. لیبل‌های حرارتی از منفی 196 درجه سانتیگراد تا 1300 درجه سانتیگراد تحمل میکنه. دامنه استفاده زیادی داره، از صنایع پزشکی، دارویی تا صنایع فلزی و سنگی. عموما این لیبل‌ها برای شناسنامه‌دار کردن یه محصول استفاده میشه و ما تا سال گذشته محصول داخل ایران نداشتیم، یک وارد کننده بودیم و الان خوشبختانه با سعی و تلاشی که انجام شده ما این محصول رو کاملا بومی‌سازی کردیم. نسبت به ویژگی‌هایی که واسش تعریف شده، نسبت به حلال‌ها، نسبت به استکاک، نسبت به تنش‌های مکانیکی تونستیم استانداردهای بین‌المللی داخلش رعایت بکنیم و الان یک محصول با کیفیت وارد بازار کردیم. الان وابسته نیستیم، ما حتی برای کیسه‌های خونی از اتریش، نروژ با واسطه وارد می‌کردیم لیبل رو. الان آمادگی داریم که با تمام شرکت‌های دارویی، شرکت‌های آزمایشگاهی بتونیم تعامل داشته باشیم، محصول جدید رو بهشون بدیم با قیمت تمام شده خیلی پایین‌تر. یک بازار حدوداً ما اینجوری که حساب کردیم بازار جهانیش حدود 2 میلیارد دلار هستش که اگه بخوایم حساب کنیم 5% اون مقدار داخل ایران بگیریم و 0.5% داخل ایران، یک رقم حدوداً سالانه 60-70 میلیارد تومان صرفه‌جویی ارزی داره. تا این لحظه با ترکیه صحبت کردیم و ترکیه استقبال کرده برای این قضیه، چون خودش وارد کننده از چین هست با توجه به صنایع فلزی که داده. یکی دو تا مشتری هم داشتیم از ونزوئلا که اون هنوز قطعی نیست، اما ترکیه انجام شده. صنایع ما از صنایع الکترونیک، صنایع خودروسازیمون الان اولویت دومه و اولین اولویتمون صنایع فلزات سنگین، آهن، آلومینیوم و مس هستش. ما تکنولوژی اکسپرت لیبل و وایستک رو تو بازار جهانی داریم. اینا شرکت‌هایی هستن که حرف خیلی بزرگ دارن، یعنی خیلی آموزششون قوی هستن. محصول ما وقتی فرستادیم برای یه شرکت چینی که بخوایم استانداردهای بین‌المللی رو بگیریم، وقتی رفتاد وایستک فکر کرد وایستک محصول خودشه یا یه چیز خاص‌تر از محصولشه، فکر کرد از اکسپرت لیبله و باور نمی‌کرد از ایران اومده. تکنولوژی کلاً دست شرکت اکسپرت لیبل بود. شرکت اکسپرت لیبل انگلستان اومده تکنولوژی رو به شرکت ژاپنی برای انحصار در آسیا فروخته و بعد از اون ما هستیم شرکت شایان صنعت فلات قاده به نام اولین شرکت در خاورمیانه در جمهوری اسلامی ایران و در جهان هست که این لیبل‌ها رو تولید کرده و بعد از اون ما تونستیم مواد هوشمند رو با ابتکاری که بچه‌ها داشتن اضافه کنیم. ما لیبل‌های ما الان با ترموکروم ها با الکتروکروم ها یه آپشن اضافه داره که میتونه توی بازار جهانی میتونه بگیم حرف اول رو بزنه. ما روزانه کلمه هوش مصنوعی، هوشمند کردن زیاد میشنویم. خب برای شناسنامه‌دار کردن، برای خوندن یک تولید، یک محصولی که از شرکت اومده بعد یه بارکد یا یک شناسه تعریف بشه، ارتباطی که بین اون محصول با یک عدد دودویی توی فضای اینترنت، فضایی که اونها هوش مصنوعی تعریف میشه، یه حد واسط داره. ما این لیبل های ما هستن که بارکد و کیو آر کد رو از اون محصول تبدیل به دیتا میکنن و عملاً این زنجیره کامل میشه.